إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، برادران علی اسلام، امروزه بنده تصمیم گرفته است درباره حدیثی که بر شما بیان میکنیم درباره ایمان است. بسیار انسان ها امروز دعوا میکنند که ما الحمدلله ایمان هستیم و مسلمان هستیم و پیامبر درباره این حدیث بیان کردن، حدیث گوهربار. بنده تصمیم گرفته است این را بیان میکند و اگر مشکلاتی که از ما سر زند با همتان بخشش و برادران در این سایت ما آبونه شوید. ان شاءالله دست به دست همدیگر از این حدیث های پیغمبر برخوردار شویم تا اینکه به لطف خداوند مهربان دنیا و آخرت ما آباد شود. حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکند. حدیث متفق علیه است. عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. متفق علیه. این حدیث عبدالله ابن عمر میگه از زبان گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیغمبر میگه که همه بنای اسلام بر 5 است. همه 5 پایه را، 5 فصل، 5 چیزی هست که اگر انسان همینها را بدونه و با اینها عمل کنه او را ما چی میگه؟ مسلمان میگیم. یکم این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه همون انسان شهادت بده که ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، جز خداوند تبارک و تعالی دیگر هیچ خدایی نیست. اگر انسان همین را به زبانش بگه و به زبانش اقرار کنه و به دلش تصدیق کنه که به جز خداوند مهربان دیگر هیچ خدایی نیست و محمد بنده خدا و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امروز ما بسیاری ها میگیم خدا را میشناسیم، نه که مقصد بعضی آفات را با از غیر خدا میبینیم. باید که ما همه را از جانب الله بدونیم. خداوند میگه و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبت شما نمیاد مگر اینکه می همش به اجازت پروردگار میاد. و پیغمبر دوم شرط ایمان چی میگن؟ اقام الصلات، بر پا داشتن نماز است. هر انسانی که لا اله الا الله محمد رسول الله که میگه در دامش باید که او انسان چی باشه؟ نماز خون باشه. و اگر امروز ببینیم که نماز نمیخونن بندای خدا، اینها را ما مسلمان کامل گفتن نمیتونیم، به خاطر که دیم شرط ایمان پیغمبر با ما چی قرار داد؟ اقام الصلات، نماز بر پا باید ما بداریم. و سومش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ ایتاء الزکات، هر کسی ثروتمند از صاحب زکات که هست پولش به زکات که رسید با او فرضه که زکات. هر انسانی که مال داره زکات نمیته او را نماز و روزش الله قبول نمیکنه تا وقتی که چکار نکنه؟ زکات نده. آدم زکاتی هم اگر زکاتش داده نکنه به درگاه پروردگار او دوست الله شدن نمیتونه. زکات هم فرضه. هر کس زکات انکار کنه از دایره اسلام خارج میشه. یا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه ول حج، دیگر چهارم شرطی که فصلی که پیامبر بر ما و شما گذاشته است این چه؟ حجه. هر کسی که استطاعتی پلش به زکات رسید، حج رفته پلش به زکات که رسید، حج رفتن با او چی میشه؟ فرض میشه. باید که خانه خدا رو چیکار کنه؟ طواف کنه. سعید ابن مسیب میگه یک همسایه داشت بای بود گفت حج بره حج نرفت، از دنیا که گذشت در جنازش اشتراک نکرد. باید که ما حج خانه خدا را کنیم. پنجم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ صوم رمضان، روزه را برپا داشتن. به خاطر برادران عزیز این 5 تا گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باید ما به همین 5 تا عمل کننده باشیم. اگر یه تا همین را قبول کنیم دیگرش قبول نکنیم ما را مسلمان کامل گفتن میشه. باید همه همین را قبول کنیم. چگونه که شاعر میگه گر همه خواهی مسلمان زیستن نیز راه جز به قرآن زیستن. اگر ما مسلمانی میخوایم فقط راه ما به قرآن، باید که همه این حکمی که الله به ما فرض کرده است باید ما او را قبول کنیم. بعدا ما مسلمان کامل شدن میتونیم. بعدا ما مسلمانی چی واقعی شدن میتونیم. این 5 بنایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با ما و شما خبر داده است
باید ما او را چیکار کنیم؟ قبول کنیم که این 5 بینای مسلمانی به هر مسلمان فرض است که اینها را قبول کنند. تا درس های دیگر در پناه خدای مهربان باشید.